فردوسی فریاد میزنه که دادار گیهان مرا یاور است، که از دانش برتران برتر است. به نیروی آن پادشاه بزرگ من ایران نگهدارم از چنگ گرگ. پهلوانان برای ایرانند. رستم اگر پهلوانی میکنه برای پاسبانی و پاسداری از ایرانه. تن و جان فدای سپهبد کنم، طلسم و تن جادوان بشکنم. هر آن کس که زنده است از ایرانیان، بیارم ببندم کمر بر میان. شهریاران ایران هم در خدمت ایرانند. اگر پادشاهی ستوده است در شاهنامه برای دادگری و برای ایرانه. اگر پادشاهی چون کیخسرو آرمانی است برای اینه. و اگر پادشاهی در این خدمت نیست، مردم دار نیست، اگر به فکر ایران نیست، ستوده نیست در شاهنامه. فره کیانی، فره ایزدی تا زمانی با اون پادشاه هست که مردم دار باشه، یعنی مشروعیت مردمی داشته باشه. این نیست که فره ایزدی همیشه همراه هر پادشاهی باشه، هر حرکتی انجام بده. به همین خاطره که در شهریاری ایران زمین شهریاران پاسبان بزرگ ایرانند و برای ایران به جان میکوشند. شهریار ایران زمین فریاد میزنه نمانیم کین بوم ویران بود، همی غارت از شهر ایران شود. با آزادگان گفت ننگ است این، که ویران شود روی ایران زمین. شهریار دیگر فریاد میزنه که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران شود روی ایران زمین. حتی پهلوان ایرانی در جنگ با بیگانگان رستم فرخزاد وقتی که نامه دردمندانه می‌نویسه، نامه تومار درد و حرمان ایرانی است. تنها تاریخی که از ایران و از این سوی سخن گفته، از رنج و درد ایرانی سخن گفته، فقط شاهنامه است. تاریخ طبری می‌خواسته بگه یا عبدالآذری می‌خواسته بگه یا یعقوبی می‌خواسته بگه، نمی‌گفتند. اگر هم می‌گفتند با شادمانی می‌گفتند. اما تنها فردوسی است که در اون زمان این درد رو و این حسرت رو و این اندوه رو فریاد میکنه. نامه رستم فرخزاد به برادرش سفارش میکنه، آخرین وصیتشه. سخنها که گفتم به مادر بگوی، که از این پس نبیند مرا نیز روی. رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین. من رهایی پیدا نمی کنم اما برای ایران می جنگم. ایران بمانه، خوشا باد نوشین ایران زمین. این حرف پهلوانانه. نقطه ضعف رستم ایرانه. وقتی به دربار کیکاووس میاد، دیر میاد، تأخیر میکنه، کیکاووس بهش بانگ میزنه و قهر میکنه، میاد از دربار بیرون. اما گودرز میره به رستم، دست رستم رو میگیره، میگه تو از پادشاه دلگیری، تهمتن گر آزرده گردد ز شاه. هم ایرانیان را چه باشد گناه، که بگذارد این شهر ایران همی، کند روی فرخنده پنهان همی. رستم بدون هیچ فکری برمیگرده.